درود مستاجرای عزیز و مالکین عزیز. ببینید مستاجرا، شما خونه رو اجاره کردی، مالکت پول نداره بهت بده. اولین کار، راهکار اول اینه که بهت میگیم و قانونی هم هست، خونه رو تخلیه نکن. راهکار دوم اینه که از طریق مرجع قضایی خوب اعلام کنی آمادگی تو برای تخلیه خونه که اجرت و مثل به تعلق نگیره. نامه میگیریم که من آمادگی تخلیه خونه رو دارم، پولم آماده است. سومین مرحله دیگه، گیر افتادی خونه رو مالک هنوز پول نداده، به گرفتار شدی، تخلیه کن، ایرادی نداره، ولی برو حل اختلاف. کارشناس بده، بیاد کارشناس خونه رو که دید، اجرت المثلت هم موقع تازه میتونی بگیری، چون خونه رو تخلیه کردی و دیگه دست مالکی. اون اجرت المثلی که توی این قرارداد برات نوشتیم اون روز به کارت میخوره. در جریان باش، برای دوستات هم بفرست که مستاجرن گرفتار شدن که بدونن. سپاسگزارم.